سلام و شب بخیر میگیم خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون تیشک. امشب با برنامه نگاه در خدمت شما عزیزان هستیم به همراه دو مهمان گرانقدر که البته در برنامه قبل در خدمت ایشون بودیم و شما عزیزان هم با نقطه نظرات مهمانان برنامه ما در برنامه قبلی آشنا هستید. آقای پرویز نویدی از رهبران سازمان اتحاد فداییان خلق ایران در استودیو در خدمت ایشون هستیم و همچنین ارتباط تلفنی داریم با دکتر عباس ولی، استاد علوم سیاسی دانشگاه ترکیه و کارشناس مسائل امور خاورمیانه. آقای نویدی سلام، شب خیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما. منم سلام عرض میکنم به همه بینندگان برنامه و تشکر از شما به دعوتی که کردید. ممنون. خواهش می‌کنم. آقای دکتر ولی سلام، شب خیر و خیلی خوش آمدید به برنامه امشب نگاه. خیلی متشکرم. منم خدمت شما بینندگانتون و همچنین آقای نویدی سلام دارم. خب آقای ولی اگه بخوایم وقت برنامه رو از دست ندیم که در آخر دچار کمبود وقت نشیم، سریع بریم سر اصل مطلب. مذاکرات ژنو و توافق موقت به قول خودشون توافق 6 ماهه رو داشتیم. اگه بخوایم یه نگاه کلی به این مسئله بکنیم، ابتدا به شروع این بحث، شروع توافق، به نظر شما چطور شد که غرب و ایران به این توافق رسیدن که بیان و این به اصطلاح مذاکرات چندین ساله رو در یک توافقنامه هرچند موقتی اون رو امضا کنن؟ چنین به نظر میاد که این توافق نتیجه یک سلسله ارتباطات مخفی بوده که از 6 یا حتی 8 ماه قبل در جریان بوده و مبانی این توافق در اونجا تا حد زیادی آماده شده بوده و رهبر ایران در رأسش آقای خامنه‌ای از این، یعنی به دستور ایشون این مسئله بوده و همچنین به نظر میاد اتفاقات بعدی که در این 8 ماه در ایران صورت گرفته، زمینه سازی برای انتخابات و اینکه انتخابات چجوری باید پیش بره و حتی تأثیر بر نتیجه انتخابات اینا در ارتباط با این و یا حتی میشه گفت در چارچوب مذاکراتی که برای این توافق داشت انجام میگرفت، یعنی صورت پذیرفته. بنابراین نباید تعجب کرد که چرا در این مدت کم یک همچین توافقی به انجام رسیده. این یک. دوم اینکه این توافق به نظر میاد یک قدم هسته، یک گام اول هستش در یک سلسله توافق‌ها و مذاکرات دیگه‌ای که باید انجام بگیره و توافق‌های دیگه‌ای که باید صورت بگیره. ولی در کل این یک نوع چرخش بسیار اساسی را در سیاست خارجی ایران نشون میده و همچنین باید گفت که یک چرخش استراتژیک هم در سیاست خارجی آمریکا هست که اگر فرصت شد روی مسئله بحث میکنیم. ولی خود توافق با توجه به مسائلی که اخیراً یعنی مطرح شده و معلوم شده و روشن و آشکار شده، به نظر من جای تعجبی نداره. ایران دنبال بعد از فشارهای بسیار زیادی که به ایران وارد شد از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مشکلاتی که برای ایران در این مدت با تحریم ها و همچنین سیاست و فشارهای دیپلماتیک به ایران یعنی وارد شد در این مدت، به نظر من ایران را مجبور کرد که یه همچین چرخش اساسی در سیاست خارجی خودش بکنه. البته این سیاست خارجی تنها سیاست خارجی نبوده، بنابراین به کسایی که یه همچین چرخشی را طراحی کردن مطمئنا میدونن که این سیاست خارجی رابطه بسیار مستقیم و تنگاتنگی با سیاست داخلی ایران داره و تبعات بسیار روشن و بسیار جدی برای سیاست داخلی خود ایران داره. حالا اینکه این تبعات و این نتیجه های احتمالی یا حتی الان تا حدی واقعی این چرخشی که صورت گرفته، این
موافقتنامه‌ای که امضا شده برای خود ایران آیا تا چه حد در مقابل این خواهند ایستاد، در سیاست داخلی تا چه حد اجازه خواهند داد که این تبعات و این نتیجه ها از یک سلسله فیلترهای امنیتی و فیلترهای اساسی سیاسی رد بشه و یا اینکه نخواهند تونست جلو اینا بگیرین، تبعات پیش بینی نشده اینا جلوشو بگیرن. به نظر من این دیگه مسئله هستش که در خود ایران در هر حال در شرایط فعلی مطرح هستش. و اما یک مسئله دیگه هم که من در اینجا میخوام اشاره بکنم اینه که این توافقنامه حتی اگر قدم اول باشه در این چرخش نقطه عطفی در سیاست خارجی ایران هستش، به نظر من یک نقطه عطفی هم باید باشه در سیاست‌های اپوزیسیون به اپوزیسیون جمهوری اسلامی، بخصوص آن دسته از اپوزیسیون جمهوری اسلامی که منتظر بودند که جمهوری اسلامی به وسیله حمله نظامی ساقط بشه یا حداقل اگه ساقط نشه بسیار ضعیف بشه و فعالیت‌های اساسی سیاسی در داخل ایران با کمک نیروهای خارجی صورت بگیره. به نظر من این سناریو از اول هم درست نبود، ولی الان با این توافقی که صورت گرفته این سناریو دیگه بیشتر شبیه یک در بسته است و نتیجه اساسی این توافق و امکاناتی که این در داخل خارج پیش آورده برای رژیم ایران و همچنین جامعه ایران، به نظر من به اپوزیسیون این اشاره را میکنه که باید هم و غمشون تمام فعالیتاشون الان روی خود جامعه ایران، نیروهای داخلی ایران و به وجود آوردن امکانات تغییر و تحول یا حتی پیوستن به نیروهایی که در داخل امکانات تغییر و تحول رو به وجود میارن به این فکر بکنن. اون امکان به اصطلاح گذار به یک سیستم دموکراتیک به وسیله مکانیزم حمله نظامی خارجی به نظر من الان دیگه تعطیل شده. این هم خودش مسئله اساسی است که به نظر من از تبعات این موافقتنامه است. این موافقتنامه ناقص باید قبول کرد و ایران امتیازات بسیار زیادی داده و اینم باید قبول کرد، ولی این را هم باید قبول کرد که آمریکا اگر در این شرایط پذیرفته که همچین اتفاقی بیفته، به نظر من ناشی از اینه که آمریکا هم در یک نوع بازبینی هستش در استراتژی خودش در تمام این منطقه و در این استراتژی به نظر من ایرانی که باهاش توافق داره در راستای سیاستش پیش میره یا حداقل مشکلاتی براش پیش نمیاره، میتونه نقش بزرگتری بازی بکنه. به نظر من در این راست احتمالاتی که ممکنه پیش بیاد اینه که نقش مسئله فلسطین و نقش دولت اسرائیل تا حد زیادی در محاسبات استراتژیک آمریکا حداقل در این 3 سال باقی مونده از دوره آقای اوباما به نظر میاد کمتر خواهد شد. به نظر من نقش عربستان سعودی و دولت‌های بسیار نزدیک به آمریکا همینجور تا حدی به نظر من کمتر خواهد شد. من فکر میکنم این وضع استراتژیک جدیدی که در منطقه باید پیش بیاره، این پیش بیاد به نظر من به ایران وزن اساسی خواهد داشت اگر این قدم اولی که پیش گرفته شد انجام گرفته با قدم‌های بعدی دنبال بشه و نتایج اساسی‌تری از آنها ناشی بشه. به نظر من به ایران یعنی این جایگاه داده خواهد شد که نقش استراتژیک مهمی در این محاسبات بازی بکنه. من معتقد هستم که الان
یعنی همچین امکانی داره پیش میاد. البته این وزنی که به ایران داده شده در این شرایط ناشی از اشتباهات اساسی بوده که حکومت آقای بوش در این 8 سالی که در سر کار بود در آمریکا انجام داد و مخالفت و اون دیدی که به ایران داشت و اونجوری که با ایران رفتار کردن باعث شد که و اون کارهایی که در عراق و افغانستان کردن به نظر من باعث شد که وزن استراتژیک ایران در منطقه خیلی بالا بره، خیلی بیشتر از وزن واقعی سیاسی خودش. و الان آقای اوباما دنبال این هستش که در این راستا کاری بکنه که اگر نمیتونن این را در کوتاه مدت به صورت با شرایط نظامی و امنیتی اینا حل و فصل بکنن، همونجوری که در عراق نتونستن و حتی بعضی معتقدن در افغانستان هم ایران به طور اساسی دست داره، ولی در عراق کاملا معلومه، در سوریه کاملا معلومه. اگه نتونستن جلو اینا بگیرن، با وارد کردن ایران در یک چارچوب استراتژیک جدیدی این شرایط را خنثی کرد و از نیروهای فعالش در جهت استراتژی جدید آمریکا در منطقه استفاده بکنه. بله، تشکر از صحبت شما. آقای نویدی، آقای دکتر ولی اشاره کردن به چرخش در سیاست ایران برای رسیدن به این توافق. شما این چرخش رو چطور می‌بینید؟ آیا از نقطه ضعف بوده که ایران حاضر شده این چرخش کنه و یا واقعا یک تجدید نظری داره از نقطه قوت بوده این تغییر سیاست؟ ما حدود 1 ماه پیش راجع به این موضوع در همین تلویزیون تیش صحبت کردیم. من اون موقع هم نظرم این بود که چرخشی در سیاست خارجی بعد از روی کار آمدن روحانی ما میبینیم و این چرخش واقعی است، دلایلش هم روشنه. و اونجا یه سوالی هم داشتم که آیا این چرخش علیرغم میل ولی فقیه داره صورت میگیره یا نه، که جوابم این بود که نه، ولی فقیه قطعا همچین چیزی رو پذیرفته وگرنه روحانی نمیتونست پایه همچین مسئله‌ای بره. و مثال زدم که زمانی که آقای رفسنجانی کاندید شد و صحبت‌هایی در رابطه با حل مسائل اتمی، نمیدونم بحران با اسرائیل که ما در حال جنگ نیستیم و اینا، آقای خامنه‌ای تذکر داد که شما در حد خودتون حرف بزنید و مسئولیتاتون، این مسائل به شما ربطی نداره و در ید قدرت شما نیست. ولی آقای روحانی وقتی که اون سفر رو کرد به نیویورک گفت که من با تمام اختیارات اومدم. این یعنی توافق ولی فقیه پشتش بود. حالا چرا ولی فقیه توافق کرده بود؟ سیاست ولایت فقیه، جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی دامن زدن به این بحران بوده. یعنی اول این موضوع رو باید روشن کنیم که این بحرانی که جامعه ما رو به فلاکت کشونده مسبب اصلیش سیاست‌های جمهوری اسلامی و در رأسش خامنه است. این که بوش اشتباهاتی کرده، دیگران خطاهایی کردن، محافل جنگ طلب وجود داره، استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن، اینا هم واقعیه، ولی مسبب اصلی این وضعیت حکومت جمهوری اسلامی است که این مردم رو به این فلاکت نشوند. نتیجه سالها کوبیدن بر این طبل این بود که آقای روحانی در 100 روزه گزارشی که میگه این تورم و این رکود در 50 سال گذشته سابقه نداشته. از نظر خارجی کاملا یک بحران عمیقی به وجود اومده بود. جمهوری اسلامی با تقریبا با تمام دنیا درگیر بود. از نظر داخلی وضع اقتصاد که به این اوضاع رسیده که آقای روحانی میاد به حکومت میرسه میگه صندوق دولت 1280 میلیارد تومان پول توش است. مملکتی که میگه در 8 سال دوره احمدی نژاد 650 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته، 600 میلیارد دلار و 150 میلیارد دلار درآمدهای دیگه، در مجموع 750 میلیارد. ولی وقتی که
ایشون تحویل میگیره اینطوری. یعنی این وضعیت اقتصادی، اون وضعیت بین المللی و اون وضع امنیتی که در داخل به وجود آوردن و اون خواستهای مردم رو به اون شکل بعد از 88 سرکوب کردن، در حقیقت یک وضعیتی رو به وجود آورده بود که علیرغم این که دستگاه و آقای رهبری کوک کرده بود برای یک همچین سیاستی، ولی موجودیت جمهوری اسلامی به خطر افتاده بود. یعنی موجودیت نظام در خطر بود و وقتی موجودیت نظام در خطر باشه، همونطور که اون دفعه گفتم، اینا حاضرن هر سازشی رو بکنن، نرمش های قهرمانانه نشون بدن، زهر بنوشن و این کار رو کردن از موضع کاملا ضعف. و آقای ولی هم اشاره کردند که امتیازات زیادی داده شده. امتیازات زیاد به میلی داده نشده، که امتیازات زیاد به خاطر اینه که طرفی که اومده نشسته از موضع کاملا ضعف نشسته، وضع اقتصادش داغون شده، این تحریم هایی که صورت گرفته کمر جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی شکسته و مردم ما رو به فلاکت کشوند. بنابراین در یه همچین وضعیتی جمهوری اسلامی رهبرانش مجبور بودن که عقب نشینی بکنن و دیگه اون حلم مبارز طلبیدنشون رو بذارن کنار. حالا این رو به دست آقای روحانی، هم دفعه هم گفتم اگر کار بگیره، خامنه‌ای خواهد گفت که این نرمش قهرمانانه من بود. اگر هم نگیره، روحانی رو قربانی خواهد کرد که سیاستی رو پیش بردن با آمریکا که ما همیشه اون رو شیطان بزرگ می‌دانستیم و این. بنابراین این کاملا از موضع ضعف، ولی یک چرخشی صورت گرفته. یعنی این واقعیه. شما موقع کسی اگر میگفت با آمریکا صحبت بکنیم، هزار بلا سرش می آوردن. الان به راحتی این کار داره صورت میگیره، توافق میشه، تبریک میگن به هم دیگه. اما هرچی هست این چرخش خوبه. ما همواره با این سیاست ماجراجویی جمهوری اسلامی مخالفت کردیم. همیشه با دخالت نظامی و اون تمایل محافل جنگ طلب که به طریقه نظامی بخوان این بحران رو حل بکنن و به ایران حمله بکنن مخالف بودیم. و طبیعتاً امروز جمهوری اسلامی زیر فشارهای اقتصادی، زیر فشارهای سیاسی بالاخره فهمیده که این راهی که رفته غلطه. ممکنه که پس فردا اگر باز شرایط رو مساعد بدونه، فیلش یاد هندوستان بکنه، ولی الان کوتاه اومده، عقب نشینی کرده و این تا حدودی فشار رو میتونه از روی مردم تا حد معینی کم بکنه و هر چیزی که به زندگی مردم کوچکترین رفاهی ایجاد بکنه ما از اون استقبال خواهیم کرد. بنابراین این چرخش خوبه، همونطور که آقای ولی گفتم باید ادامه پیدا بکنه. ولی من هیچ نشانه ای از این که این چرخش در سیاست داخلی هم صورت بگیره نمیبینم. اون دفعه هم گفتم اینها میخوان بحران خارج رو، بیرونی رو حل کنن، اقتصاد رو یک کمی را بندازن، ولی برای همین اگر در جامعه در داخل فضایی باز بشه باید پاسخگو باشن به مردم. اگه قرار بود که این عقب نشینی صورت بگیره، چرا این همه سالها منابع و ذخایر این مملکت رو از بین بردن، دنیا رو با این مملکت درگیر کردن، فاجعه رو به اینجا رسوندن و بعد این کاری که چیه مسبب اینا؟ بالاخره باید تو این جامعه یکی پاسخ بده. برای اینکه پاسخی ندن دهنبندها رو سفت میکنن، کشتارها رو بیشتر میکنن، اعدامها رو بیشتر میکنن و فضای امنیتی رو. آقای روحانی در اون گزارش 100 روزش راجع به وضع اقتصاد میگه اینطور خراب بوده. اون چیزی که میتونه روش صحبت بکنه به عنوان کاری که کردن همین چرخش در سیاست خارجی است، ولی در داخل بازم وعده و وعیده. همه چیز در اختیارات ما نیست ولی ما به وعده هامون عمل خواهیم کرد. به هر حال 100 روز گذشته، در این مدت 100 روز بیش از 250 نفر در ایران اعدام شده. من نمیخوام بگم آقای روحانی اعدام کرده، جمهوری اسلامی که ایشون هم رئیس جمهورشه اعدام کرده. ما نمیتونیم بگیم آقا من جناح اعتدالگرا هستم، جناح دیگری کرده. کسی که رئیس جمهوره سوگند یاد میکنه که از حقوق مردم دفاع بکنه، موظفه به مردم پاسخ بده، دیگرانی هم اگر اعدام میکنه.
این وضعیت من هیچ نشانه ای از بهبود وضع سیاسی اجتماعی در داخل نمیبینم، ولی به لحاظ اینکه تحریم های کمی شکسته بشه و این فشار سنگین و کمرشکن از رو مردم برداشته بشه، این چرخش سیاست خارجی مثبت و بایستی ادامه پیدا بکنه، حالا زیر فشار از موضع ضعف هرچی هست و کمک میکنه. طبیعتا این نوع مناسبات تبعاتی داره در داخل، ولی نه اینکه جمهوری اسلامی فردا بخواد فضای امنیتی رو بشکنه یا مثلا فرض کنید که آزاد بذاره مردم بتونن آزادی بیان داشته باشن. حالا ممکنه چند تا مجله دوباره روزنامه در بیاد و بعد 3 روز بعد اونا رو بگیرن بخوان زندانی بکنن، بعد یکیشونو آزاد کنن، 2 تا رو نگه دارن. اینطوری این سرگرمی است که جمهوری اسلامی برای مردم ایران تا به حال ایجاد کرد. بله تشکر. آقای ولی شما در صحبتاتون به بازبینی در سیاست‌های غرب اشاره کردید و نقشی که در آینده ممکنه برای ایران در منطقه گرفته بشه. به نظر شما با توجه به چهره غیر قابل اعتمادی که طی 34-35 سال اخیر جمهوری اسلامی از خودش نشون داده و ترسی که همواره غرب و خصوصا اسرائیل از جمهوری اسلامی ایران داره، می‌بینیم که مدام دائم همچنان سر عناد و دشمنی با اسرائیل دارن و اونو به عنوان یک کشور قبول ندارن. هیچ که هر از گاهی یکی از مسئولان و مقامات ایران هم در رابطه با نابودی اسرائیل و از بین بردن این کشور صحبت میکنن. با توجه به این صحبت ها به نظرتون آیا همچنان غرب اعتقاد پیدا خواهد کرد که یک نقش مثبت و عمده برای ایران در منطقه در نظر بگیرن؟ بله، قبل از اینکه این مسئله را من الان راجبش صحبت بکنم یه نکته هست میخوام اشاره بکنم، اونم اینه که چه شرایطی الان پیش اومده و چه شرایطی ممکنه پیش بیاد در داخل ایران که اشاره شد، دوست ما اشاره کرد. ببینید وقتی که در یک شرایط سیاسی هستش که اختناق شدت میگیره، به روی مردم فشار میاد، اون وقت امکان اینکه این اختناق و تشدید فشار روی مردم بگیر و به بندها، به کار بردن خشونت سیاسی، زندان و اینجور چیزا و از بین بردن فضای سیاسی، تهدید جامعه، محدود کردن جامعه مدنی، از بین بردن حوزه عمومی، اینا چیزایی که در ایران بخصوص در 8 سال دوره احمدی نژاد بسیار یعنی شدید صورت گرفت و اینا در شرایطی میتونه به اصطلاح مورد استفاده قرار بگیره از این بابت که بگه چیزه که اگر در اونجا یک انفجار سیاسی صورت بگیره و این انفجار سیاسی در صورتی میتونه مفید باشه که یک اپوزیسیون فعالی باشه که بتونه از این شرایط بهره بگیره، سود بگیره. در ایران یک همچین انفجاری شد 4-5 سال پیش، ولی اپوزیسیون نتونست از این شرایط استفاده بکنه. به نظر من در چنین شرایطی که اپوزیسیون ایران بسیار ضعیف هستش و تا الان نتونسته هیچ نوع یعنی موجودیت استراتژیک سیاسی داشته باشه به ترتیبی که حکومت بتونه در محاسباتش روی اینا اونقدر حساب بکنه که سیاستش رو تغییر بده، در چنین شرایطی فقط باید به این امید داشت که امکاناتی پیش بیاد که جامعه مدنی بس پیدا بکنه، حوزه عمومی باز بشه، فعالیت‌های سیاسی در داخل خود ایران تا حد شروع بشه و مردم بتونن نفس بکشن، دور و بر خودشون نگاه بکنن، امکاناتشون رو دوباره بررسی بکنن، خواست‌ها و مطالباتشون رو از نو بررسی بکنن. در چنین شرایطی فضای باز برای اپوزیسیونی که ضعیف هستش بسیار مفیدتر از بودن فضای اختناق شدید هستش و از شرایط اختناق شدید فقط یک اپوزیسیونی که در داخل و خارج بسیار فعال هستش میتونه سود بگیره. بنابراین شرایطی که این قدم اول و احتمالاً اگر این همینجوری ادامه پیدا بکنه با قدم‌های بعدی که چیز بشه، به نظر من ممکنه این امکانات باز شدن
روابط اجتماعی حتی اگر روابط سیاسی هم باز نشه پیش بیاره. من با دوستمون موافقم که بعد از در این 100 روز و 100 اندی که گذشته از حکومت آقای روحانی، به نظر من کاملا درست میگه در داخل خود ایران چه از نقطه نظر باز شدن فضای عمومی، به نظر حوزه عمومی که چه مطبوعات باشه، فعالیت‌های صنفی و انجمن‌های صنفی باشه، چه یعنی عقب کشیدن مردم، دولت از تداخل در زندگی خصوصی مردم باشه، اینا ما چیز همچین مهمی ندیدیم. به نظر من همچین چیزی هنوز صورت نگرفته و صورت هم ممکنه نگیره اگه فشارها از داخل زیاد یعنی تاثیرگذار نباشه و یعنی لزوما باز شدن فضای استراتژیک و سیاسی رژیم در خارج و امکانات به وجود آمدن روابط با غرب به این معنا نیست که رژیم نگاه امنیتیشو یا برخورد و برداشت امنیتیشو از شرایط به این سادگی تغییر خواهد داد، تغییر نخواهد داد. ما میبینیم که این رژیمی هستش که یعنی دقیقا متوجه این قضیه هستش که باز شدن فضا در داخل براش بسیار خطرناکتر حتی از یک حمله نظامی هست و اینو بنابراین در محاسبات خودشون این کار رو خواهند کرد. اما برگردیم به سوالی که شما کردید در مورد باز شدن یعنی چرخش در استراتژی آمریکا، غرب و آمریکا به خصوص. به نظر من الان در آمریکا یعنی اگر به چیزی گفتمان سیاسی و روشنفکری سیاسی آمریکا نگاه کنید، چه اونایی که در داخل خود چارچوب رژیم یعنی سیستم آمریکا صورت میگیره، چه اونایی که در خارج یعنی در دانشگاه ها و در حوزه های تحقیقات صورت میگیره، اینه که یک بازبینی هستش در سیاست خارجی آمریکا در عرض 10-12 سال گذشته و بخصوص به طور عمومی بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی. به نظر من محور این بازبینی در چند تا منطقه هستش، یکی ایران، یکی خاورمیانه است، یکی آسیای جنوب شرقی هستش و اینا بسیار آفریقا اینا بسیار مهم هستند، به خصوص خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی. و به نظر من به این نتیجه رسیدن که سیاست‌هایی که آقای بوش به خصوص و یعنی دنبال کرد در این 8 سال، اون کنسرواتیو های جدید و تئوری به اصطلاح حاکمیت امپراتوری جدید آمریکا، اینا نتیجهش مشکلات بسیار زیادی پیش آورد، مخارج بسیار زیادی به وجود آورد و نگاه امنیتی در منطقه را تشدید کرد و فضای سیاسی را نه فقط به طور حتی به شکل محافظه‌کارانه باز نکرد، بلکه مشکلات جدیدتر هم برای آمریکا به وجود آورد. این سیاست بسیار یعنی مخارج بسیار سنگینی داشت برای آمریکا و تا حد زیادی باعث شد که آمریکا نفوذشو در عمل از دست بده، برای اینکه نمیتونست کارهایی را که در عرض 1 سال 2 سال کرد در 8 سال ادامه بده. دو کارهایی که آقای اوباما کرد به نظر میاد که یک عقب نشینی در سیاست آمریکا باشه. این عقب نشینی نیست، این تغییر جهت در سیاست آمریکا هستش. آمریکا اون سیاستی، اون استراتژی رو که کنسرواتیوهای جدید در خاورمیانه داشتن دنبال میکردن، اینا عوض کرده و عوض کردن این لازمش اینه که محاسبات استراتژیک جدید پایه‌گذاری بشه و بر اساس اون تعادل قوای جدید پیش بیاد. به نظر من در این استراتژی سعی خواهند کرد
به اون نقشی را که اسرائیل در دوره آقای بوش داد اینا تعدیل بکنن، اینا یه خورده تعدیل بکنن. وقتی تعدیلش بکنن امکانات رو برای به وجود آوردن اون حکومت، یعنی سیستم دو دولتی، اون پروژه سیستم دو دولتی در فلسطین را به طریقی اینا اجرا بکنن. اگر این مسئله را اجرا بکنن به نظر من تأثیر اساسی خواهد گذاشت روی وزن دولت‌های عربی در محاسبات استراتژیک آمریکا و این را بدون تردید کمتر خواهد شد، حتی با توجه به اهمیت نفت در محاسبات آمریکا. که دقت بکنی آمریکا در این 2-3 سال قبل تولید نفتش خیلی بالا برده و تا حد زیادی واردات نفتش بسیار کمتر شده، وابستگیش به واردات نفت کمتر شده و اگر همونجوری در قسمت‌های ادامه پیدا کرده برای ذخیره نفت بوده تا مصرف روزانه آن. الان آمریکا دنبال این استراتژی هستش که یعنی وزنهای جدیدی در این استراتژی خودش به این دولت ها بده. الان میبینیم که بهار عربی به اصطلاح بهار عربی شکست خورده. به نظر من ما به سوی این پیش میریم که نظام هایی را که به نظر می اومد یا اینجوری فکر می شد که دارن یعنی اینا را از جا میکنن و نظام های جدید در اونجا با یک دید دموکراتیک پیش میاد، به نظر من این عملا نشون میده که تا به حال حداقل اینجوری هستش که نشون میده که این پروژه از داخل شکست خورده و اونایی که دنبال تغییر بودن یا در زندان هستن یا فرار کردن یا هر روز پلیس اینا را میکوبه و تمایل به این هستش در داخل مثلا در مصر، در لیبی، بعد الان میبینیم به ترتیبی در تونس و اینا ما میبینیم که یعنی گرایش به این هستش که وضع موجود قبلی رو دوباره بسازه، ولی این وضع موجود قبلی در استراتژی جدید نمی گنجه. برای همین هستش که در اونجا تغییراتی صورت خواهد گرفت به نظر من، ولی این تغییرات اون اساس یعنی اون محورها و معادلات اساسی امنیتی را تغییر نخواهد داد، ولی فرم و شکل حکومت ممکنه عوض بشه به نظر من، ولی نیروهایی که نیروهای کنسرواتیوی که پشت این سیستم هستن به ترتیبی باقی خواهند ماند. ولی اینجا چیزی که مهم هستش باید در نظر گرفته بشه اینه که تمامی این تغییراتی که در این منطقه صورت میگیره دنبال این هستش که آیا این نظام اساسی که در خاورمیانه بعد از 1918 بنا نهاده شده و اساسش هم بر پیمان سایکس پیکو 1916 بین فرانسه و انگلیس بوده، آیا این نظامی که بر اساس این قرارداد سایکس پیکو بوده و تا به حال مرزهای سیاسی همونجوری از همون زمان موندن، آیا این نظام قابل یعنی موندن هستش، مانا هستش، آیا باید بذاریم این بمونه یا نمونه؟ به نظر من آمریکا یک کاری میخواد بکنه که یعنی غرب و آمریکا به طور یعنی اخص یک کاری در اینجا میخوان بکنن که بسیار عمده است و اون این هستش که میخوان تغییرات استراتژیک در منطقه به وجود بیارن بدون اینکه مرزهای سیاسی عوض بشه و این تغییرات استراتژیک تغییرات استراتژیک بدون تغییر مرزهای سیاسی دو راه میتونه داشته باشه، یا اینکه تحولات داخلی به وجود بیارن مثل اونی که مثلا یا تحولات داخلی به وجود اومده را در جهت خاصی اینا چیز بکنن، هدایت بکنن، روش تأثیر بذارن، مثل شرایطی که در مصر و لیبی و تونس و بعد ما می‌بینیم در سوریه پیش اومد، یا اینکه بیان این مرزها را همینجوری حفظ بکنن و یه استراتژی جدید را
با جابجا کردن نیروهای داخل این چارچوب چیز بکنن، یعنی پایه‌ریزی بکنن. به نظر من سیاست غرب و سیاست آمریکا بخصوص در این مورد به طرف این میره که این چارچوب اساسی که بر اساس سایکس پیکو، قرارداد سایکس پیکو اونجا بنا نهاده شده، این چارچوب حفظ بشه، ولی این استراتژی جدید، این معادلات جدید سیاسی در اونجا با جابجا کردن نیروهایی که باشون اتفاق داشتن، مخالفت داشتن، دور و نزدیک به قدرت بودن و اینا را، این فاصله ها از قدرت جایگاه این نیروها را عوض بکنن. چنین به نظر میاد که ایران در این استراتژی جدید اگر سر بگیره، یعنی هنوز به نظر من معلوم نیست سر بگیره، اگر این استراتژی سر بگیره، به نظر من ایران در جهت و راستای به کاربرد این استراتژی پیش بینی شده جایگاهش و به نظر من این امتیازاتی که به ایران داده میشه، مثلا این همین میبینیم آقای اوباما امروز هم میگه حتی اگر کنگره و سنا هم این چیز تحریم های جدید را بر علیه، یعنی علیه ایران تصویب بکنن، ایشون اینا وتو خواهد کرد. این خیلی مهمه. از طرف دیگه هم ببینید کسایی که یعنی ماهیت اصلی این استراتژیک را درک میکنن، میدونن که جابجا کردن نیروهای داخلی این چارچوب وزنشون را کم خواهد کرد، دنبال ائتلاف‌های جدید هستن و حرفایی میزنن که 2 سال قبل ممکن بود مشکلات عظیم براشون پیش بیاره. مثلا نزدیک شدن استراتژیک عربستان سعودی و اسرائیل خودش در این چارچوب باید دید که چرا عربستان سعودی و اسرائیل هر دو از متحدین اساسی آمریکا هستند، دنبال یک چیز هستند، شاید یک نوع ائتلاف ضمنی هستند. اگرچه مثلا میبینیم یکی از شاهزاده های عربستان سعودی همین امروز گفته که از حمله نظامی اسرائیل به ایران پشتیبانی میکنه. من این از رادیو فرانسه شنیدم امروز و این پشتیبانی میکنه. این نشون میده که عربستان و اسرائیل میدونن که در این استراتژی که میخواد چارچوب 1916 1918 که بر اساس قرارداد سایکس پیکو هستش، این چارچوب حفظ بشه ولی استراتژی و تغییر و تحولی که در داخل این چارچوب هستش نه به وسیله حرکات دموکراتیک که باعث تضعیف نگاه امنیتی میشه، در امنیتی غرب در این منطقه میشه، بلکه با جابجا کردن نیروهای داخل این چارچوب که باعث میشه که یک نگاه امنیتی قبلی با یک نگاه امنیتی جدید جایگزین بشه که اکتورها و بازیگرهای جدیدی درش دارن. به نظر من خود مسئله این هسته‌ای برای غرب برای بخصوص برای آمریکا در مورد این توافقی با ایران شده جنبه ثانوی داره. جنبه مسئله اساسی وارد کردن یک ایران طرفدار غرب یا حداقل ایرانی که در راستای منافع استراتژیک اساسی غرب حرکت میکنه به داخل این معادلات و این چارچوب این سیاست استراتژیک جدید هستش. اگر غرب بتونه، به نظر من اگر غرب بتونه این هدف را بهش دست پیدا بکنه، به نظر من تحولی که حکومت اوباما تونسته در سیاست خارجی آمریکا به وجود بیاره بسیار مهم هستش، بسیار مهم خواهد بود. تحولی هستش که حکومت‌های بعدی آمریکا مجبورن از این معادلات و از این محاسبات استراتژیک تازه‌ای که گذاشته شده پیش بینی بکنن. یکی از جاهای اساسی، نقاط اساسی که ما میتونیم ببینیم که تا چه حد این همکاری جدید منطقه‌ای بین ایران و آمریکا میتونه پیش بره، مسئله سوریه است. به نظر من باید ببینیم که چه توافق‌های روی سوریه صورت میگیره،
تردیدی نیست، یعنی من اینجوری باور دارم که در این مذاکراتی که بین ایران و آمریکا در 8 ماه گذشته 6 ماه گذشته صورت گرفته، مسئله سوریه یکی از مسائل اساسی بوده. به نظر من اساسی ترین مطلب بودی که باعث شد که چرخش آمریکا را اساسا روی مسئله سوریه نشون بده، با وجود تأکیدی که آقای اوباما کرده بود که به کار بردن بمب شیمیایی یا سلاح شیمیایی خط قرمز ما، خط سرخ ما هستش، ولی از این مسئله گذشتن و اون حمله نظامی که پیش بینی میشد نشد. به نظر من آمریکا چرخش بسیار ملایمی در اینجا نشون داد. ما اون وقتی این شرایط نگاه میکردیم، یعنی تفسیر این قضیه همیشه ابهامایی داشت، ولی الان با روشن شدن این موضوع که اینا 6 ماه 8 ماه دارن با هم مذاکره میکنن و حتما سوریه هم یکی از این مسائل مورد مذاکره بوده، به نظر من تردیدی نیست موافقت هایی در این مورد شده و موافقت در سوریه من معتقدم برمیگرده به این مسئله که رژیم سوریه خواهد موند، منتها به تغییر تعدیل شدهش. ممکنه آقای اسد بره به احتمال زیاد و فشارها رو این باشه، منتها سیستم رژیم یا مبانی و ارکان اصلی که رژیم سوریه برش استوار هستش به نظر من خواهد موند. حزب الله از اونجا خارج خواهد شد. حزب الله ممکنه از به عنوان یک نیروی نظامی چیز بشه، نیروش تعدیل بشه و اینا. خب این زیاد مشکل نیست، برای اینکه حزب الله از نظر نظامی و مالی کاملا به ایران وابسته است و این مسائل در صورت میگیره. باز هم تاکید میکنم که محور اساسی این استراتژی جدید نگه داشتن چارچوب سیاسی و ژئوپلیتیکال این منطقه است و تغییر و تبدیل هایی که در داخل این چارچوب میخوام به وجود بیارد با جابجا کردن اکتورها و نیروهایی که در داخل این چارچوب است. بله تشکر. خب آقای نویدی، دکتر عباس ولی به مسئله اپوزیسیون و ضعف اون اشاره کردن. شما به عنوان یکی از اعضای اپوزیسیون به قول معروف ضد جمهوری اسلامی، کسی که جمهوری اسلامی از اساس قبول نداره، شما چه نظری دارید؟ این کاملا درسته که اپوزیسیون ایران متاسفانه در طی حیات جمهوری اسلامی در اون اوایل به شدت سرکوب شده. بزرگترین فشاری که جمهوری اسلامی وارد کرد روی نیروی اپوزیسیون بود و قلقمی که از این نیروها کرد. دهه 60 دهه خونین کشتار اپوزیسیون و پراکنده کردن اپوزیسیون. بخشایی هم که از زیر تیغ تونستن در برن عمدتاً از کشور خارج شدن. البته اینجا وضعیت نیروهایی که رهبری کردستان، جنبش کردستان رو داشتن یه مقدار فرق میکرد. اینا در یه منطقه در اوایل منطقه آزاد شده ای بودن و پیوند عمیقی هم با مردم داشتن. در نتیجه علیرغم ضرباتی که خوردن ولی خودشون رو تونستن حفظ بکنن و اون نیرو همچنان به عنوان یک نیروی اپوزیسیونی که با مردمش رابطه داره تونسته خودش رو حفظ بکنه، گرچه نسبت به اون موقع ضعیف شده طبیعتاً، ولی به عنوان یه نیرو خودش حفظ کرد. منتها خب هم رهبران نیروهای کردستان میدونن، همونطوری که زندیات قاسملو میگفت، مشکل کردستان فقط در کردستان حل نمیشه، مشکل در کل ایران باید حل بشه و ایران یک حکومت دموکراتیکی داشته باشه تا اون وقت بشه به مسائل ملیت ها هم پاسخ داده بشه. و خب این طبیعتا نیازمند اینه که مجموعه نیروهای اپوزیسیون هرچی هم باقی موندن بتونن با همدیگه، اونهایی که خط مشخصی دارن، اولا اپوزیسیونن یعنی مخالف رژیمن، چون الان یه وضعیتی پیش اومده که همه خودشون رو اپوزیسیون میگن ولی برخی‌ها تو پوزیسیون قرار میگیرن، یعنی از همین حکومت و مشاور این حکومت میشن که آقا این چیکار بکنن، چطوری عمل کنن، آقای رفسنجانی چیکار کنه، خامنه‌ای رفتارش رو تغییر بده.
اینها رو من جزو اپوزیسیون نمیدونم، ولی اون نیرویی که اپوزیسیون جمهوری اسلامی، یعنی در یک کلام میگه که بایستی جمهوری اسلامی ایران بره و به جاش یه نظام دموکراتیک در شکل جمهوری جایگزین بشه و بعد برنامه‌هایی هم هر کدوم دارن. این نیرو متاسفانه پراکنده بوده، تلاش‌های بسیار زیادی صورت گرفته، بخش‌های با هم دیگه همکاری‌هایی میکنن، ولی هنوز به یک اتحادی که پایدار باشه و بتونه برنامه‌ای رو به عنوان پرچم مبارزات ارائه بده، بتونه با مردم داد و ستد فکری بکنه، جواب بگیره از اونجا، چنین وضعیتی نبوده. یا بتونه جنبشی رو که اگر به قول ایشون انفجاری در 88 پیش اومد هدایت بکنه. این یکی از مسائل اصلی و جرهی هست. ولی آقای ولی گفتن که وقتی که اپوزیسیونی نیست که بتونه هدایت بکنه، این جنبش های انفجاری یه طوری گفتن که مثلا باش موافقتی نباید داشت. البته این جمله رو به کار نبردن. حالا من نظر خودم رو میخوام بگم که ما به دلیل اینکه ما آماده نیستیم، اپوزیسیون آماده نیست، نمیتونیم به مردم بگیم که حرکت نکنید. گوشم نمیکنن. وقتی ما اپوزیسیون نیستیم به حرف ما گوش نمیکنن که میکنن. یعنی فشار زندگی به حدی برسه دیگه در یه جایی ممکنه منفجر بشه. حالا اگر اپوزیسیونی وجود نداره که هدایتش بکنه، ولی همین اپوزیسیون رو این حرکت وادار به فکر میکنه. بعد از 88 همه این نیروهای اپوزیسیون، خب این مسئله براشون، اونایی که احساس مسئولیت میکنن که آقا در مملکت داره یه همچین اتفاقاتی میفته، ما هنوز بعد از سالها نتونستیم با هم به توافقاتی برسیم، بر سر این کلمه، بر سر اون جمله اختلافاتی داریم با هم. خب این طبیعتا برای همه ما یه وظیفه‌ای رو در پیش پامون میذاره که بسیار مهمه، ولی یه سیاستی هم ما بایستی در قبال هر چقدر ضعیف باشیم در قبال این حرکات داخل داشته باشیم. ما امروز این وضعیتی که در جامعه هست، تنها کاری که اپوزیسیون باید بکنه اینه که از جنبش‌های اجتماعی پشتیبانی بکنه، در پیوند زدن این جنبش‌ها در حدی که در توانش هست تلاش بکنه، به همراه این اتحاد خودش رو، یعنی متحد شدن اون بلوک‌هایی که با هم میتونن برنامه‌های نزدیک به هم دیگه دارن، بایستی از اون تنگ نظری‌ها عبور کرد و با احساس مسئولیت پاسخ گفت به نیازی که در جامعه وجود داره. بنابراین انعطاف، نرمش، ولی در چارچوب یک استراتژی معین برای کنار زدن جمهوری اسلامی و برای استقرار یک نظام دموکراتیک در شکل جمهوری. این بایستی به عنوان یک درسی که ما از این مبارزات میگیریم در سرلوحه برنامه‌های اپوزیسیون قرار بگیره. بخشایی که میتونن با هم، بخشایی هم که نمیتونن با هم دیگه. یعنی الان پراکندگی بسیار وسیع، نیروی دموکراسی، نیروی چپ، نیروی زیادی هست، هم در داخل هم در خارج، امکانات بالقوه زیادی داره، ولی متاسفانه همین پراکندگی مانع از اینه که اینا به هم دیگه پیوند بخورن. این طبیعتا درسته، از این زاویه من این رو میپذیرم، ولی وظیفه ما در مقابل این مبارزاتی که الان مردم ایران دارن اینه که از اون مبارزات پشتیبانی بکنیم. من هر تحولی رو که در درون رژیم بشه و هر فضای بازی رو که برای مردم ایجاد بکنه طبیعتا ازش استقبال میکنه. کوچکترین بهبود، من بارها در این تلویزیون اینو گفتم، کوچکترین بهبودی در وضعیت زندگی مردم باید مورد استقبال نیروهای مسئول اپوزیسیون باشه و ما برای اونها اصلا باید مبارزه بکنیم، برای این مسائل روزمره و زندگی مردم. ولی اساس کار رو باید گذاشت بر حرکت خود مردم. این توهم نباید به وجود بیاد که اگر از روحانی پشتیبانی بشه اون رو میزنه. ما روحانی، دفعه قبلم گفتم، اصلاح طلبم نیست، اعتدالگراست. روحانی مخالف همین جنبش 88 بود، به همین دلیل هم گذاشتن کاندید بشه. هر نیرویی که این 88 رو
به نوعی بهش تمایل نشون داده بود، طرفداری کرده بود و یا سرکوب‌های بعدی رو نادرست دونسته بود، اینا زدن کنار و نذاشتن شرکت بکنه. آدمی مثل رفسنجانی که اصلا ستون فقرات جمهوری اسلامی بود، ولی به دلیل پشتیبانیش از آقایان موسوی، کروبی، خانم رهنورد، از این جنبش سبز، از این دستگیری‌ها دیدیم که نذاشتن و کنارش گذاشتن. بنابراین امید رو بستم به این نیروها که اینها میتونن کاری رو پیش ببرن مطلقا، ولی اینکه مسائل درونی اینا حاد بشه و در نتیجه اختلافات اینا یه فضای بازی به وجود بیاد، طبیعتا باید ازش استفاده کرد. از اون فضای باز هم برای این باید استفاده کرد که مبارزات مردم رو متشکل کرد. یعنی از اون فضای باز به جای نشستن به به چه چه گفتن، آویزان شدن از قبای این یا اون آخوند، بایستی به فکر تشکل‌های مستقل این گروه بندی‌های اجتماعی شد، کارگران، دانشجویان، معلمین، ملیت‌ها. بنابراین ما به عنوان اپوزیسیون گرچه پراکنده ایم، یک باید یه سیاست درستی رو در پیش بگیریم، از طرف دیگه برای اینکه این صداها بتونه به یه پژواک تبدیل بشه قطعا بایستی در جهت اتحاد و نزدیکی پیش بریم. این مسئولیتی است بزرگ در مقابل ما و باید بهش جواب داد. تشکر. آقای ولی 5 دقیقه از وقت برنامه‌مون باقی مونده و من یه سوال دارم در خدمت شما در رابطه با آینده سیاسی منطقه. شما اشاره کردید به حفظ رژیم‌های سیاسی و مرزهای سیاسی در استراتژی جدید غرب، ولی با تغییر مهره‌ها در خود داخل. یکی از مهمترین متحدان آمریکا در منطقه عربستان است و عربستان به همراه قطر حامی بزرگ نیروهای به اصطلاح سلفیست و بعضا القاعده و اینا هستند. آیا به نظر شما با این روش و منشی که عربستان داره و از اون طرف هم می‌بینیم که متحد اصلی چه از لحاظ مالی هست چه از لحاظ گونه‌های دیگر برای غرب آمریکا، به نظر شما در این آینده منطقه برای عربستان چه نقشی در نظر گرفته خواهد شد؟ به نظر من ببینید عربستان سعودی و دولت‌های تولید کننده نفت مثل کویت و امارات و اینا وزن استراتژیکشون به خاطر وزن اقتصادیشون در غرب هستش، در نیازمندی های اقتصادی غرب هستش که انرژی و از این مسائل هستش. ولی وضع استراتژیک اینا هیچ وقت هیچ رابطه مستقیمی با وزن اساسی سیاسی، اجتماعی و موقعیت خود اینا به عنوان یک رژیم نداره و آمریکا تا به حال روی کردش به اینا بر اساس این بوده که این وزن استراتژیکی که به اصطلاح موقعیت اقتصادیشون به اینا داده، این جایگاه را در دید استراتژیک و محاسبات خودش به اینا داده. ولی وقتی مهره ها باید تغییر و تبدیل بشن، عوض بشن در داخل چارچوب ژئوپلیتیک که از 1916 به بعد در اینجا و یعنی اول با قرارداد سایکس پیکو به صورت مخفی در 1916 انجام گرفته و بعد هم بعد از 1918 و سقوط امپراتوری عثمانی در عمل این مسئله اجرا شده. حالا این مسئله این هستش که آیا این سوال پیش اومد بعد از اتفاقات بهار عربی و اینا. به نظر من این سوال برای استراتژیست های غرب پیش اومد که آیا ما میخوایم این چارچوب چیز ژئوپلیتیکال را حفظ بکنیم، باید حفظ بشه یا نه. برای مدت کمی به نظر من یه توافق روی این مسئله نبود که باید حفظ بشه یا حفظ نشه و معلوم نبود که گرایش استراتژیک به کدوم طرف میره. ولی الان به نظر من تصمیم گرفته شده بخصوص به علت تداوم و طول کشیدن بحران سوریه و
مشکلات عظیمی که موقعیت ایران در خاورمیانه و در سیاست داخلی خاورمیانه پیش آورد و نقشی که سیاست قبلی آمریکا به ایران در عراق داد، اینا بازبینی این مسائل به این نتیجه رسید که باید اینا به طرفی برن که این چارچوب استراتژی ژئوپلیتیکال سیاسی جغرافیایی به نظر من حفظ بشه، اونی که گذاشته شده، ولی یک استراتژی جدید بر اساس تغییر و تحول به قول شما مهرهای سیاسی به نظر من بازیگران و اکترهای سیاسی در داخل این چارچوب داده بشه. در این شرایط به نظر من آمریکا میخواد روی اینی که یعنی نیروی بالفعل و بالقوه استراتژیک دولت‌های عربی انگشت بذاره. وقتی هم که روی این مسئله انگشت بذارن درسته که عربستان سعودی و دولت‌های نفت‌خیز و مولد تولید کننده نفت در منطقه از همپیمانان اساسی غرب هستند، برای غرب خیلی مهمن، ولی باید و نمیشه به راحتی وضع اونها را تعدیل کرد، اهمیتشون رو پایین آورد، ولی این را هم باید در نظر گرفت که عربستان سعودی و این دولت‌های منطقه هم به همین علت که وزنه استراتژیکشون ناشی از وزن اقتصادشون است بسیار آسیب پذیرند و از نظر امنیتی بسیار وابسته به آمریکا هستند. بنابراین آمریکا این اهرم را داره که به اینا فشار بیاره که اینا اون نقش اقتصادیشون رو بازی بکنن، ولی از نقش استراتژیک و سیاسیشون در منطقه کم بکنه. به نظر من تا حد این مسئله در مورد اسرائیل هم خواهد شد یا میخوام بکنم. حالا این که آیا در داخل خود سیستم آمریکا چقدر این مبارزه‌ای که در حال انجام هستش، یعنی این برخوردی که به نیروهای متفاوت سیستم آمریکا به چیز هستش در صورت میگیره، به کدوم طرف میره معلوم نیست، ولی به نظر من این استراتژی جدیدی که میخوان یعنی به اجرا بکنن، اساسشو بنیان بگذارن، بر رو به این طرف میره که این شکاف عمده هم که بین وزن واقعی و وزن یعنی واقعی سیاسی اسرائیل در منطقه و وزنی که معادلات سیاسی آمریکا در منطقه به اسرائیل داده، این شکاف به نظر من باید بسته بشه و اگر این شکاف بسته بشه به این معناست که وزن اسرائیل هم در این استراتژی جدید به نظر من تا حدی تعدیل خواهد شد. حالا نمیدونم تا چه حد، ولی تا حدی تعدیل خواهد شد و اسرائیل هم در عین اینکه اینا میگن که آمریکا در خدمت منافع اسرائیل است، اینا باید در نظر بگیریم که اونایی که در فکر استراتژیک و فکر سیاسی در اسرائیل دارن میدونن که بدون پشتیبانی مستقیم مالی، نظامی و دیپلماتیک آمریکا نمیتونن اونجوری که تا به حال ادامه بدن. بنابراین مجبورم به این تعدیل موقعیتشون تن در بدن. برای همین هم هستش که الان ما میبینیم یک چرخش هایی داره صورت میگیره که 2 سال 5 سال قبل 4 سال قبل اصلا غیر قابل تصور بود. یک ائتلاف های جدید ضمنی یا حتی وقتی عملا میبینیم که کاملا معلوم نه ضمنی نیست، داره صورت میگیره یا به طرف اون دارن این ائتلاف ها پیش میرن. اینا همه نشانه از این هستش که محورهای اساسی که این استراتژی قبلی روش گذاشته شده بود به نظر من داره میچرخه. مثلا وقتی بهار عربی بود، آمریکا سعی میکرد ببینه که در مصر چه سیستمی پیش میاد و کاری بکنه که امنیت و تداوم امنیت اسرائیل در رویکرد این سیستم جدید مصر اهمیت خودش همونقدر حفظ بکنه که در همونقدر اهمیت داشته باشه که در زمان مبارک داشت. ولی به نظر من این
چیز بود، بسیار نشون داده شد که این خیلی شکننده است، با خصوص با توجه به چیز گسترش نیرو، یعنی اوج، یعنی یعنی زیاد شدن نیروهای سلفی و اهمیت سیاسی و نظامی اونا، نمیشه روی این مسئله تا حد زیادی تأکید کرد. این مسئله خیلی شکننده است. بنابراین به این طرف میرن که این استراتژی جدید محورهای جدید بذارن. این محورهای جدید به نظر من یک بازبینی و تعدیل نقش بازیگرای اصلی داخل این چارچوب ژئوپلیتیکال خاورمیانه را خواستار هستش، میخواد اینا. بله، بسیار سپاسگزاریم آقای ولی، متاسفانه وقت برنامه به پایان رسیده. از اینکه در برنامه ما مثل همیشه لطف کردید، حضور پیدا کردید، بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر عباس ولی. خیلی متشکرم و سلام من بر بینندگان شما و همچنین آقای نویدی. ممنونم. خب آقای نویدی، خیلی سپاسگزاریم از اینکه در برنامه امشب ما حضور پیدا کردید و تونستیم در خدمت شما و دکتر عباس ولی نگاهی داشته باشیم به توافقنامه ژنو و هرچند خیلی مختصر راجع به کارنامه دولت روحانی. خیلی ممنونم از این فرصتی که در اختیار من بود و خیلی از آقای عباس ولی هم تشکر میکنم و خوشحالم که در خدمتشون بودیم. امیدوارم در فرصت‌های بعدی. خواهش می‌کنم. خب بینندگان عزیز، به پایان برنامه امشب رسیدیم. باز هم تا فرصت دیگه که در خدمت شما عزیزان باشم، شب خوش و بدرود.